به نام خدا. سلام، احمد فلاح هستم با دوره نکته به نکته از ایرانیان سایبر. تو این ویدیو میخوام نحوه شورتکات ساختن برای فایل‌ها و برنامه‌ها رو بهتون یاد بدم که چطوری اونا رو بذارید توی دسکتاپ و خیلی سریعتر به برنامه‌ها، پوشه‌ها یا فایلاتون دسترسی پیدا بکنید. برای این کار من میرم توی دیس پی سی، توی درایو برنامه‌ها. من الان اینجا یه عالمه برنامه نصب کردم. الان برای مثال میرم توی مولتی مدیا و VLC مدیا پلیر. خب ببینید الان من چقدر پوشه باز کردم تا به این رسیدم. من هر دفعه بخوام این برنامه رو باز بکنم ضبط رو میزنم. در حالت عادی باید هر موقع بخوام با این برنامه کار کنم داخل همه این پوشه ها برم تا برسم به این VLC.exe. به این پسوند اگزی که میبینید آخر فایل، یعنی این فایل اجراییه، یعنی برای که این برنامه رو بخواید اجرا بکنید فایل اگزش رو باید اجرا بکنید. خب من این برنامه رو نمیتونم کپی بکنم بذارم داخل دسکتاپ، چون باید حتما این فایل اگزی کنار بقیه فایلاش باشه تا درست برنامه اجرا بشه. بخاطر همین ازش یه شورتکات یا میانبر میسازم. برای این کار باید چیکار بکنم؟ دو تا روش وجود داره. یک کلیک راست کنم روی فایل اگزم، گزینه کریت شورتکات رو بزنم، یه دونه شورتکات ساخت. می‌بینید شورتکات که حجمش هم نگاه کنید 2 کیلوبایته، خیلی کمه. اینو کلیک راست میکنم روی شورتکات، کات رو میزنم، کلا میبره میاره دسکتاپ. کلیک راست میکنید پیست. حالا میتونم کلیک راست روش بکنم، رینیم بزنم، اسمشم هر چیزی که میخوام بزنم، مثلا VLC. دیگه اینو اجراش بکنم اون برنامه اجرا میشه. من اینو بذارید پاک بکنم، پوشه رو باز بکنم. روش دومش اینه که کلیک راست کنم روی فایلم، کپی رو بزنم، بیام توی دسکتاپ، دوباره کلیک راست بکنم، پیست شورتکات. خودش شورتکات میسازه، همینجا پیست میکنه. این یه روش خیلی سریع تره. حالا من میتونم کلا از پوشش یه شورتکات بسازم. میام بالا یه دونه میزنم، میام پوشه بالاتر، کلیک راست میکنم روی پوشه، کپی رو میزنم، میام توی دسکتاپ، کلیک راست میکنم، پیست شورتکات. نگاه کنید از پوشه یه دونه شورتکات ساختم. اسمش هم هر چیزی میتونم بذارم، مثلا پوشه. خب الان دوبار روش کلیک بکنم، پوشه VLC اومد. اینجا دیگه به خود پوشه دسترسی پیدا کردم بدون که این همه مسیر رو طی بکنم. این کار رو میتونید برای هر نوع فایلی هم انجام بدید. الان من اینجا از خود همین عکسی که اینجاست کلیک راست میکنم، کریت شورتکات رو میزنم، شورتکاتش رو ساخت. میتونم اینو کات بدم اصلا هر جای کامپیوتری که دلم میخواد بذارمش. دیس پی سی اپلیکیشن، کلیک راست میکنم، پیست. الان همون عکسی که رو دسکتاپ هست یه دونه نسخه شورتکاتش هم اینجا هست. روش کلیک میکنم، عکس باز میشه. من حتی میتونم این عکس رو کلیک راست بکنم روش کات بدم، بیام داخل این پوشه بذارم، پیست بکنم، شورتکات اومد. ببینید الان این چیزی که پوشه که اینجا شورتکات ساختم، الان اگه از تو خود همین پوشه برم این شورتکات عکس رو اینجا میبینم. از طریق مای کامپیوترم برم، باز ببینید اینجا میبینم. این صرفا یه فایل 2 کیلوبایتیه برای اینکه یه میانبر ایجاد بکنه شما خیلی سریعتر به پوشه ها و فایل ها و برنامه‌هاتون دسترسی پیدا بکنید. اینم از شورتکات. امیدوارم این آموزشی هم به دردتون خورده باشه.